یک سوال کردم سوال جواب دیم. کوچه نگه سادن شوکرها آدابی روح بلوعی نکسیان روح کوچه مشتم دوراسیان و دیگه همین خیل دیگه انسان های حقیقی روی نکسیان نکسیان نه نکسیم همه هم خشیم جایی ماشین نمو مفتگی جواب ماشین مسیم جایی اینجا جایی پیاده راه اینجا تو به مقصد خدا استفاده نبر بوده گری مغازنچی چیزش کوچه پیاده میساز یک انسان عدیم انسان مغازن اجاره کرده گری مغازن من پیاده سویگی 4 و 5 همون 20 کیلومتر همون وقت من اجاره میتونی گفت وای کوچه شما دوستش نه وای کوچه ملکی وای انسان نه یا تو همون روی مغازن ها ملکی همون حق اجاره و نمیدارد وای و حق گذرانده میدارد همه خیر سوداگر شدیم که 30% محصول مایا کوچه ملکی شده وای کوچه حق پیاده‌گرد مو اشغال کرده اونجا استفاده کردن ما حالا میشه شنبه روح هزاره نمی آخر وقت اندر خوبا شدن میگم اطراف بلیزن در قلش شدن ها قلش نکرد استان هر قلش کنم دمیت کچه بمستان حق جمعیت باید حق کس حق راه حق ملکی وقف میشه به مقصد به سبب اونجا استفاده نمیشه حتی اینکه همون یک انسان یک اون چیز خالقه میدارده که چنان موبایل دونه موزنده لیکن دیگه یک به عذر سبب اونجا کوچه باقی محکم نیست نه فقط بشه بلیسته همه جنان همون سر بازاران کوچه ها ما دخلدار نبودگی ما همونجا و صاحب نبودگی جو ها چیزها باید تخمسیم وای سودای حلال نمیشه از ما گفته نکنه اطاعت کردن شمانده حسابش کردن شمانده ثوابش هم کردن شمانده اجرا کنید خدا هدایت کند اجرا نکنید حسابش به تیار شدید افسوس که همه خیلی منزل به آلتا مونده بود یعنی قصدن کوچه ها همون ماشین های برای استیاندن بلنده که موندن و روحزنی بدون کدایی انسان تو همه چیز های و باید نالت خدا میبرد چونکه روحزن سامش نست روحزن خلاقچه باشه دگری خلاقچه ها یفتگه جواب ده و این خلاقچه خمده جواب دادن بر ازن نیست یا توبه میکنن یا که جانش جبوله نیست باید همه خیلی درجه ده خلاقچه روحزن با حد اسلام وزمن بچه ما کوچه نه بازی میکردی درجه هم ده خانه مونده بچه بازی بداشتگی خانه مونده فرزند همه پسر میکردی زنک هم نبودگیش ببین بچه کوچه برآورده مونده کوچه بلند تنبه کرده داشته مونده این فعل مسلمان نیکو و تیز اساسونی حسابش خرش میکرد با شما به همه انسان خودش کتی سوال جواب کنید در نوع محله چی اینجا شده کنید از چی پیجا بالا بزنن حسابش خرش کنید لیکن اون موندگی انسان های گذرانده هیچ کس بعد حمله کرده گفته خودم دو نمیذارد هیچ نه خودم تولد مادرتون بودم تولد پدرتون حقش به دو نمیذارد فقط دوی بعد نمیذارد و همین این چیز به اعتبار میموندگی مومن انسان نمونهش نکنه همین خیلی مذهب آقاتا موندن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها
وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. پروردگارا سید الایام دعا میکنم اولا پروردگارا همه ما ایمان کاملتی پروردگارا زمان بودگی عملهای مجبوریتهای اجرا کرده برادر خطاوان و گدهی پروردگارا زمان و وزن میکرده کارهای ما رو نکنی در نزد خدا در نزد بندهات از شرمنده شدن خود نگهداری و صلی الله خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتك يا ارحم